نمازات را بخوانید. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند شب معراج یک گروه از زنهای امت خود دیدم. پیغمبر خدا در شب معراج هم جنت دیدم با زیبایی‌هاش، هم دوزخ دیدم با عذاب‌هاش. بنابر رسول اکرم دلالند، ما و شما را به جنت دعوت میکنند، از دوزخ میترسانند. مانند یک کس میره مال شما را میبیند، دست به چشمش میبینه، ثانیه آمده با پیش خریداران رو تعریف میکنه. پیغمبرم اول جنت رفت دید، ثانی برای ما زیباییش بیان کرد. دوزخ دهشت شدید، بعد ما را آمده از بین ترساند. حضرت در شب معراج یک گروهی از زنهای امت دیدم که معلقتون بشعورها، از موهاشان در سیم چنگکای دوزخ آویزان، موی سرش گره کردگی در چنگک انداختگی. چنگکی میدونه قصاب پوش آویزان بکنه، از موی سر آویزان، از پایان علاو در گرفتی استاده است، بدن او مانند بالان بارین جرق سوختی استاده است. داد و فریاد جان بلند شده استاده است، فریاد میکشند، داد میزنند، اما امروز فریاد رس نیست. کامراهای دهشتناکی دوزخ فریاد رس نیست. آنان در کامراهای ششم KGB کسی با فریاد نمیرسد، اونجا فریاد رس نیست. لا يموت فيها ولا يحيا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. قرآن میگه. جبرئیل میگه من نشان داد، دلم برای اینها سوخت. پیغمبر خدا رحمدل بودن، اگر دلم سوخت گفتم جبرئیل اینا کی هستند؟ کی هستند این عذاب جانگداز گرفتار کیا هستند؟ جبرئیل یا رسول الله اینها زنهای امتی تو هستند که لا یسترن شعورهن من العجال. همون زنهای هستند که موی سری خدا از مردهای بیگانه پنهان نکردند. ببینه خواهرای عزیز، موی سر ششانه کرده، شنفون قدی شوش به خودش زیباگی حساب کرده، کوچه برآورد. جوانای شهوت پرست و بوالهوس تماشا کردند. ان همون زنهاست که دنیا در موی سرشان در پیش مردای بیگانه لچ میکردن میکشتن. این از عذاب، این از عذاب. و ما خواهرای شما طاقت این عذاب نداره. خواهی که از آن عذاب جانگداز رهایی یابه، این روز روی مال بنده. خواهی که از آن عذاب جانگداز رهایی یابه، امروز 5 وقت نماز تا بخوانه، شوهراتان حرمت کنه، زیرا که شوهر برای شما هم جنت است و هم دوزخ. خواهرای عزیز، خانم پیش پیغمبر خدا آمد، گفت یا رسول الله با من بگو از همه بزرگتر بالای زن در حق کیست؟ حضرت گفتن از همه بزرگتر در بالای زن این حق شوهر است. حق شوهر. ببینید اسلام تا بکان حق شما را خواهرای عزیز برای پاکیزگی تا برای نجات تا اهمیت میده. شما را از خاندان من نمیکنه، باز میگویم شما را در خانه زندانی نمیکنه. شما را اسلام اجازت داده است برای کار کنه، برای خانه. ان الله اذن لکن ان تخرجن لحوائجکن. پیغمبر خدا در حدیث بخاری مسلم گفتند، اما شما آداب اسلام را رعایت کنید. پدرای عزیز، نگویه که زمان هم تو شده است دیگر دختران گپامون نمیگیرند. شوهرای عزیز، نگویه که زمان بیکاره دیگه زمان گپامون نمیگیرند. دروغ است این گپ. من هم زن دارم، چون زنی من گپ نمیگیرم. منم الحمدلله 8 دختر دارم، چون دختری من از خانم بیرون نمیبرم، چون دختری من روی ماچه نمیبندد. آملاتایی را بای ملاخری خان زن دارد، دختر دارد. بحرالله هم دختر دارد، زن دارد، چون در شهر زندگی نمیبندد، در سیب جدید چون دختری من روی ما نمیبندد. شما خودتان اصلا ایمان ندارید، شما خودتان اصلا غیرت ندارید، شما خودتان اصلا از عذاب خدا نمیترسید. باور کنید شما شوخی میکنید. همون روزه که در بستر بیماری خواب رفتی، حضرت ابراهیم که من کافی آهنین خود برای کشیدن جان کشیدن
دیر شده کن دیر باشه مسلمان شما دخترت گفت نمیگیرید شما دختری من گفت نمیگیرم مهمانبای خدا رحمت کنه در درون ایشان زندگی میکرد در وقتهای سختی حکومت اسرائیلی بود دختراش مکتب نخواندن به همون هم گذشت تا به هم معلمای زبان آمد دخترش مکتب نمیرفت یک دختر داشت ارکه بود با وجود همین رویمانش از کودکی تا امون دفترش نفرد شما خودتان ایمان ندارید شما خودتان عقیده ندارید شما خودتان غیرت ندارید خدا نبخشید لیکن ندارید شما این غیرت ندارید و شما موافق پیغمبر خدا رو گفتید دیوس است دیوس جنت نمیدارد دیوس کیست دیوس هو الذی یقر السوء فی اهله پیغمبر خدا گفتن که دیوس کیست یا رسول الله دیوس کسی است کی دخترش میبیند به حیاست دخترش میبیند با مردای بیگانه صحبت میکند دخترش میبیند کنیلوش میگردد دخترش میبیند آستین کالزی میبیند هیچی نمیگوید پروا ندارد این دیوس میگوید دیوس جنت نمیدارد خداوند جنت زیبایی‌هاش که آفرید در پشتاق شب بالای پاشتن نوشته یک خط الکترونیک که بابودن میگرد با خطای کلانی الکترونی نوشت چی؟ انت حرامون على دیوس حرام است بردارید و عزیزان من پدرای عزیز شوهرای گرامی حال هم فرصت است دیر نشده است دری توبه برای شما خشاده است میتوان از همه روزا تا این روز دختراتان چقدر گشته باشد تا این روز زناتان چقدر گشته باشد میل از همه روز هم شما رو به اصلاح کنید اونها را نصیحت کنید انشاءالله خداوند گناه شما را میگذارد در که خدای مهربان است به شما خطاب دارد اعوذ بالله من الشیطان و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون ای مومنان حالا فرصت دارید بازگشتی به سوی خدا کنید بازگشت کنید من شما را خدا میگه قبول میکنم من قبول میکنم هزار گناهگار باشی هزار کمبودی کرده باشی هزار جنایت کرده باشی همه روز از صدق پشیمان شو خدایا من توبه کردم من تو را قبول میکنم من گناهت میگذارم تو مادری از مادر نبود شدگی بار بیگناه میشی از من یک پاری نبود پیش از آن که به جمعه میبرامدم دو دختر رفتن با حجاب اسلامی بعد از آن که حوالشان پرسیدم یک کشگوکی باهایشان همین گرامی من پیش شما توبه کنی آمده است من چی گناه داره توبه بکن توبه رو پیشگاه خدا دکده ثانی با گریه کرده بیدیدش تازه که باهایشان گفت من نکن از شما پنهان میدارم من از خدا پنهان داشته نمیتونم من یک عیال فاحشه هستم بود من شاید به 20 کسی 100 کس رسیدگی باشم بود اما من امروز پشیمان شدم من از کسی شما یک بار در باب زنا شنیدم شرمندگی و عذاب زنا را از همون من شما خواب نمیبرد تو پیش شما بیام و در پیش شما توبه کنم شما به من بگید که خدا گناه من بگذارد از من افلاس‌تر بود شاید در تاجیکستان دختر نباشد اما من از عذاب خدا میترسم من طاقت عذاب خدا ندارم من توبه کنم خدا گناه من نمیگذارد باور کنید از سخن او خواهر آب دیدی منم برآمد من خواهری عزیز و خدا شاهد است این روز جمعه است اگر این سخنی تو از صدق دل باشد از تحت دل باشد خداوند تو رو مانند نو از مادر تولد شدگی وارد بیگناه هستید همه اون گناه های تو گویان نیست اکنون تو تولد شدی خود این جانب اصلاح کنم مادر از اون گناه ها دیگر یاد نکن فقط شبها گریه کن گاه بس دیگر یاد شد نکن خدا تا برد بنابراین عزیزان من خدای مهربان دارید خداوند در قرآن با آیه های فراوان شما را خطاب میکند بیایید من خدای هستم که توبه را قبول میکنم ان الله یبسط یده باللیل خداوند شبها دست رحمت بال رحمت دراز میکنه در شب بعد از شام برای کسانی که روزانه گناه کردن روزانه تشویش روزگار گناه کردن شب آمدن پشیمان شدن خداوند دست رحمت دراز میکنه بندی من بیا توبه که من تو رو قبول نکنم بیا توبه که من گناه تو میکنم تو خدای مهربان دارید و خواهرای عزیز خداوند شما را بختیار خداوند شما را
صاحب جنت کنه. خداوند شما را زندگی خوش با شوهرات را نصیب کنه. خداوند شما را مادر کند مانند فاطمه بارید، مانند عایشه بارید، فخر اسلام باشید. خداوند شما را مادر کند به جامعه ما مانند حسن و حسین فرزند تربیت کردید. خداوند شما را مادر کند که مانند زنهای زمان رسول اکرم دیگر دوگانه هاتان دیگر همسایه هاتان نصیحت کنید، مانند خودتان صالح کنید. اکنون من صحبت خود در اینجا به پایان میرسانم، زیرا که هوا هم گرم شد. میخواهم به مردها هم که صحبت کنم. مردهای عزیز، جوانای خوب، شما هم زناتان رو دوست دارید. آره، زن در پیشگاه خدا برای شما خیلی مسئول است، اما شما هم در پیشگاه خدا برای خانماتان مسئول است. شما هم زنهاتان رو دوست دارید. شما هم نسبت به زنهاتان مهربان و زبان شیرین باشید. شما هم هر چیزی که دارید از ثروت و بایگری، از زبان شیرین برای شوهراتان، برای خانماتان صرف کنید. بنابراین برادرای عزیز، زینهار زناتان حقارت میکنید، زینهار به سوی زنهاتان با قواقع گیرانده و با زبان درشت صحبت میکنید. پیغمبر خدا میگه تبسم مسلمان بر روی برادر مسلمان است، این حسنه است، این صدقه است. که بهترین صدقه این است که شما با عروستان با خانمتان تبسم بکنید، زبان شیرین داشته باشید. بنابراین خدا دوست نمی‌دارد مردی را که بد اخلاق نسبت به خانه‌اش باشد، بد اخلاق نسبت به زنش باشد. پیغمبر خدا گفت من پیغمبر ما هستم، هرگز همسرای خود حقارت نکردم، هرگز زنهای خود من دشنام ندارم، هرگز با زنهای خود معامله بد نکردم. بنابراین شما مردای عزیز، خواهی که بهترین مسلمان شوید، خواهی که بهترین اهل ایمان شوید، با زناتان کشاده چهره باشید، مهربان باشید، با نوازش باشید، سخاوت پاشه باشید. هرچی زناتان میخواهد امکانیت داشته باشید برایشان آماده کنید. جوانان عزیز، خصوصا شما ماشین سوارا بیگاهی که از کار میبیایید، یک دسته بود خرید برید بیگاه خانماتان رو تبریک کنید. یک خوشبویی است یا یک شیرینی خوشبویی است بیارید خانماتان و عروساتان رو تحفه کنید. این سبب زیادتی محبت میشود. پیغمبر خدا میگه خیرکم لاهلی و انا خیرکم لاهلی. بهترین مرد همون مرد است که با همسرش، با خانمش، با دخترش، با خواهر و عمه‌اش مهربان باشد، زبان شیرین باشد، با نوازش باشد، دلسوز باشد. خدا شما را نگه دارد. اکنون آفتاب هم گرم شد، این سال از بعضی‌ها میبینم ناراحت شدن. با اجازه استازا، این دو عزیزه که در پهلوی من شیشتیان، حضرت حاجی داملا مرزا طاهر و حضرت حاجی داملا خلیفه و این چنین همدرس و رفیقی چند ساله ما حاجی داملا برهان الدین، اینا همشان برای ما استاد میشوند، از ما کران هستند. خود ما از سببی هم که به آدابتر هستیم پیش اینها را صحبت میکنیم. خواهش میکنم که به مهربانی و لطف به آداب ما را ببخشند، چرا که شاگرد برای استاد حکم فرزند دارد. البته فرزند در پیش پدر ناز میکند، شما میدارد ناز ما را ببردارد. خداوند نگهشان دارد.